بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا رفقان عزیز، شخصانی که امروز صدای ما را میشنوند، راستیگه ما نمیخواستیم که در این مسئله ویدیو کنیم، ولی از سببی که اپا و خواهرها و برادرها بسیارتر سوال دادن که البته اوارا ویدیوهای پیشتری ما را در مورد سحر و جادو دیدگی هستند و درخواست کردند که در این مسئله یک ویدیو کنیم. الحمدلله امروز برای شما یک توصیه میتیم که با فضل الله سبحانه و تعالی شما از این سحر و جادو نجات بیابید. الحمدلله ما ایره برادرها برای خیش و تبارمان و حتی بودن برادرایی که قطعی زناشون هم خوابگی کردن نمیتونستن، بدن زنهایی که شوهراشون رو نمیخواستن، الحمدلله البته با اخلاص بخونه برادرها، الله شفاتون میده. طهارت کامل میکنین، 7 بار سوره قل هو الله، 40 بار سوره قل اعوذ برب الفلق و 7 بار سوره ناس میخونین، در یک آب شوف میکنین ان شاء الله خودتون، یا بعد از نماز بامداد یا بعد هر نمازی که باشه، یا که بعد از خفتن آب در شوف میکنین، اما آب مینوشین ان شاء الله. آب مینوشین یا که برای قید کردن ان شاء الله میبینین، یا در خواب میبینین، و یا این که برادر عزیز ان شاء الله درون رفت میشوه، یا که برای پیشاب. البته بهتر و خوبترش یا قید کردن پرتافتن است، یا اینکه همون درون روی ان شاء الله. و این چونین در خوابتون هم شما نشانه سحر برادرها میبینین ان شاء الله. با اخلاص همین را کنین، الله رحمان خواسته باشه شفا مییابید.